سلام بچه ها، پارت 1 آشنایی به وسایل ناخن. برای شروع ناخن کاری شما نیاز دارید به یک دستگاه سوهان برقی. ابزار مهمیه. دو تا از ابزارهای مهممون یکی سوهان برقیه، یکی هم دستگاه یووی. دو تا با برق کار میکنن و بعد توی نگهداریشون خیلی دقت کنید. آشنایی با دستگاه سوهان برقی. سوهان برقی دو تا قسمت داره، یکی ترانسش و یکی هم هندپیسش. این هندپیس باید خیلی مواظب باشین برای نگهداریش. اینکه اولا که از دستتون نیفته چون ضربه بخوره خراب میشه، و اینکه باید حواستون باشه که هیچ وقت بدون سرسوهان درش رو نبندید. اینجوری درش باز میشه، سرسوهان رو تعویض میکنید و بسته میشه. اینم که دور موتوره. برای مثلا مانیکور این قسمت باید قرار بگیره 2500. برای ریموو هم که دیگه حد اکثر سرعت رو باید داشته باشه. دستگاه یووی بزرگ برای خشک شدن مواد ناخن، حالا چه مواد بیس ناخن، مواد لاکژل حالا میخوای بذاری و اینا، بعد با این خوش میشه. فقط با این دستگاه یووی خوش میشه که یک مدل دیگه هم داره، گیره‌ای و حالا این دستیش. چراغ قوه‌ایش به نظر من تهیه نکنید. این چراغ قوه‌ای با باتری کار میکنه، باتریش زود تموم میشه و اینا، برای تعویضش زمان بره و اینا. بهتر از گیره‌ای‌هایی که برقی هستن انجام میدید. اینا برای کاشتای قالب استفاده میشه. برای خشک کردن ریشه ناخن ما به این یووی‌های انگشتی نیاز داریم. ابزار مانیکورتون پوشر چوبی برای عقب دادن کوتیکول، قیچی و سرسوهانه که با سوهان برقی انجام میشه. برای مانیکور این سه تا مهمتره که استفاده میشه. برای استفاده از قیچی اصولش حالا بهتون یاد میدم بعدن، ولی قیچی که میخواین تهیه کنید باید دقت کنید به هماهنگ بودنش، اینکه لپر نباشه سر قیچی، گیر نداشته باشه موقع بازوبند. انواع سرسوهان ها برای مانیکور: سرسوهان شنی اشکی، سرسوهان توپی. برای ریموو مواد: سرسوهان ولکانو. برای خط و خش انداختن و صاف کردن حجم مواد: سرسوهان کاغذی. حالا برای دورگیری و کم کردن حجم مواد میتونید از سرسوهان مخروطی استفاده کنید. برای کسای خوب این سرسوهان مخروطی نوار سبز که تازه واردن و کار با سوهان برقی رو خوب یاد نگرفتن. سرسوهان استوانی هم برای دورگیری استفاده میشه. آشنایی با انواع قلم ها. این قلم برای کاشت ژل هستش، کاشت بیلدر ژل یا حالا پلیشل. قلم‌های طراحی 3-0 رو میبینید که برای طراحی و حالا کاشت ژل هم استفاده میشه. قلم آمبره پیشنهاد میکنم از این قلم استفاده نکنید چون کار باش خیلی سخت و زمان بره. به جاش از این قلم‌های آمبره استفاده کنید. با پد هستش و راحت تر کارو جمع میکنه. فایده بهتری هم داره. قلم گراف 8 که برای پودر هستش، کاشت پودر. کاشت پودر بچه‌ها منسوخ شده دیگه، کسی از این قلم‌ها استفاده نمی‌کنن. این قلم به شدت گرونه و اگه اول کارتون هست توصیه میکنم که تهیه نکنید این قلم رو. قالب‌های کاشت ژل چند مدل دارن که شما میتونید برای شروع کارتون، برای اینکه فرم دهیتون هم بهتر بشه، قالب مربع رو استفاده کنید. بعدا میتونید مثلا بهش فرم بدید و فرم بادومی رو دست بیارید. لازم نیستش همون اول برید قالب های گرون مثلا شکمی و
تیپ ها تهیه کنید. کار با این قالب ها رو بعدا براتون توی یک ویدیو آموزش میدم. برای کاشت پودرمون ما قبلا از این مدل تیپ ها استفاده میکردیم. این تیپ ها معمولا سر ناخن قرار میگرفت. این قسمت رو سوهان میکشیدن و با چسب تیپ روی ناخن میگذاشتن که این مدل منسوخ شده. برای آموزش اگه میخواید میتونید تهیه کنید، ولی کسی دیگه با این تیپ ها کاشت انجام نمیده. به جای اون ژل تیپس وارد بازار شده که خیلی بهتر از اون هست. برای گذاشتن ژل تیپس ها روی ناخن باید قسمت صدف رو با سرسوهان کاغذی سوهان بکشید و با انواع رابر بیس ها میتونید روی ناخن بذارید. برای فرم دهی شما نیاز دارید به سوهان دستی. با هیچ چیز دیگه نمیتونید فرم دهی کنید، فقط به سوهان دستی نیاز دارید که بهتون توصیه میکنم از این مدل ها نگیرید دیگه، چون اینا هم دیگه داره از بازار حذف میشه. به جای اینها سوهان هایی با دسته استیل وارد بازار شده که سوهانش یک بار مصرف هستش. به صورت متری تهیه میشه، روی اون دسته استیل چسبیده میشه و بعد از اینکه کار تموم شد کنده میشه و صد آشغال میندازیدش. این هم که بافر هستن برای صاف کردن حجم مواد یا از بین بردن اون تیزی و زبری ناخن. کلینزر و پد کلینزر. کلینزر برای از بین بردن نوچی کاشت ناخن، مخصوصا وقتی که دارین کاشت پالیژل انجام میدید، برای از بین بردن اون نوچیش و اینکه به قلمتون نچسبه باید کلینزر بزنید. توی کاشتتون از کلینزر زیاد استفاده نکنید، چون باعث میشه که به ناخن نچسبه و اون چسبندگیشو از دست بده. این پدها هم برای تمیز کردن ناخن بعد از حالا مانیکور یا از بین بردن نوچی ناخن استفاده میشه که میتونید این پدها رو در بسته‌بندی تهیه کنید یا اینکه برید میتونید رول اپریسیون استفاده بکنید، خریداری کنید. رول بزرگی هست و خیلی میتونید ازش استفاده کنید، به صرفه ترم هست. فرچه و براش ناخن. این فرچه ها اینجوری قرار میگیره توی دست موقعی که دارید سوهان میکشید. بعد از سوهان کشیدن روی ناخن رو تمیز میکنید که اون گرد و غبار از بین بره. این براش هم همین استفاده رو داره. پالت ناخن. این پالت ها رو میتونید هم به صورت سویچی استفاده کنید، خریداری کنید، هم به صورت پرچمیش موجود هست که برای شروع بهتره همین سویچی ها رو بخرید. این پالت های سویچی برای اینکه رنگ لاکشلتون رو روش بزنید و یه نمونه برای مشتری داشته باشید یا اینکه طراحی کنید که دستتون روون بشه خیلی مناسبه. بعضی از هنرجوها این سوال برشون پیش میاد که خب ابتدای کار ما نیپر استفاده کنیم، خریداری کنیم یا قیچی. کار با قیچی خیلی راحت تر از کار با نیپره، ولی خب نیپر هم استفاده خودشو داره، پس میتونید خریداری کنید جفتشو. حالا لازم نیستش که نیپر رو خیلی مدل گرونترش و اقتصادی ترش هم هست، ولی قیچیتون رو پیشنهاد میکنم بهتون که بهترین مارکش رو خریداری کنید. حالا مارکای متوسط تر هم هست، ولی مارک زینگر از همه بهتره. خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو همراه همون بودید. این لیست برای شما تا بتونید تهیه کنید و ازش استفاده کنید. کارتون رو امیدوارم که شروع کنید و بهترین ها براتون رقم بخوره. لایک و سابسکرایب فراموش نشه.